با عرض سلام. با اجازه آقای دکتر جلسه سوم سلوک دیندارانه در جهان مدرن رو شروع می‌کنیم. از دوستان خواهش می‌کنم تلفناتون رو خاموش کنین. واقعاً وقتی که یه تلفن زنگ میزنه بین جلسه، بقیه کسایی که حضور دارن کانسنتریشنشون به هم می‌خوره. لطفاً این تلفناتون رو خاموش کنین. سوالا هم برای آخر جلسه نگه دارین. خیلی ممنون. به نام خداوند. محضر عزیزان سلام عرض میکنم. در این محل نو باید از یکایک عزیزان و یارانی که با زحمت شبانه روزی و با شوق و تمایل وافر و فراوان زحمت کشیدند و این محل جدید رو که به حمدالله نیکوتر و مناسبتر است برای همه ما فراهم آوردن صمیمانه سپاسگزاری کرد. من حقیقتاً خوشنودم و خوشبختم که چنین یاران موافقی داریم و چنین مستمعان با فضیلت و فرهیخته و امیدواریم که این جلسات که من آنها رو محل عبادت می‌دانم به نیکی و با کمال قنا ادامه یابد، برای اینکه اگر اون روایت درست باشد که گفتند پیغمبر اسلام فرمودند که تفکر 1 ساعت معادل 40 سال یا 70 سال عبادت است. اگر این کلاس ها محل تفکر باشد، اونگاه اونها رو معبد و عبادتگاه هم میتوان خواند و چرا نباشد. خداوند بندگان فکور رو دوست می‌دارد. باری وارد مبحث اصلی بشویم. جلسه سوم از جلسات دوایی و موانع سلوک دیندارانه در جهان جدید است. نوبت پیشین توفیق یافتم که درباره پاره‌ای از تعریف‌های دین سخن بگویم. آراء شلایرماخر و پاره دیگر از فیلسوفان دین رو بیان کردم که بنابر آنچه که آوردم آنها رو می توانستیم تعریف‌های ساختاری دین به شمار بیاوریم، یعنی تعریف‌هایی که به درون دین نظر می کنند و از آنچه که در آن بالفعل وجود دارد سخن میگویند و بر اساس آن تعریف رو بنا میکنند. گفتم که ما تعریف‌های فانکشنال هم داریم، یعنی به کارکرد اجتماعی یا کارکرد فردی دین نظر کردن و آثاری که در تک تک مؤمنان یا در کل جامعه پدید می آورد یا پدید آورده است. اون هم محکی است، هم برای شناختن دین و هم برای داوری کردن در باب حق و باطل بودن دینی از ادیان. به خاطر اینکه ادیان فقط مکاتب کلامی و عقیدتی نیستند که تنها متکلمان بتوانند درباره حقانیت یا بطلانشون داوری کنند. اونها یک نهادهای اجتماعی هستند و یک نیروی اجتماعی هستند و به دلیل اینکه نیرویی هستند مؤثر در سطح اجتماع، آثاری رو هم پدید می آورند و این آثار می تواند نیک یا بد باشد. خصوصاً که وقتی عمر بلند تاریخی پیدا می کنند و دیر زمانی از تأسیس و تولدشان می گذرد، این آثار آشکارتر می شود. ابتدا مثل غنچه‌ای هستند که هنوز باز نشده و عطر و بوی آن پراکنده نشده است، اما به تدریج و در طول تاریخ که به گل می نشینند رنگشون باز می شود، عطرشون پخش می شود، داوری هم درباره آنها آسانتر می شود. شما امروز می بینید و آشنا هستید که عمدتاً کسانی که مثلا با اسلام در می پیچند، مخصوصاً در خارج کشور که فضای بازتر و آزادتری هم برای انتقاد و یا حتی خصومت هست، می‌بینید که عمدتاً به کارکرد اجتماعی دین نظر دارند، بیش از آن که بخواهند راجع به توحید مثلا سخن بگویند یا وحدت واجب الوجود
و ادله‌ای که در این باب اقامه شده است بیشتر به این میپردازند که خب مسلمین در طول تاریخ چه کرده‌اند، چه تمدنی رو بنا کرده‌اند، با دیگر اقوام چگونه رفتار کرده‌اند، در باب حقوق انسان چه گفته‌اند، در باب هنر، در باب زنان، بر حسب مسائلی که هر عصری دارد و به اون بیشتر می‌اندیشد و کمتر می‌روند به دنبال اینکه دلایلی که متکلمان اقامه کرده اند چه بوده و ضعفش یا قوتش کجا بوده است. در مورد مارکسیسم هم شما می‌بینید خب ما فیلسوفانی داشتیم که با مارکسیسم فیلسوفانه درپیچیدند و وارد شدند به اون اعماق نظریه اقتصادی یا سیاسی مارکس، اما بسیار کسان دیگر از بیرون به این بنا نظر کردند بدون اینکه به درون آن بروند و اتاق اونجا رو بگردند و درباره هر اتاقی نظر بدهند. و باز ما شاهدیم که وقتی در پایان قرن 20 شوروی، یعنی نظام سیاسی حکومتی شوروی که بر مارکسیسم بنا شده بود، فرو ریخت، بیشتر مردم، بسیاری از ناظران اون رو به منزله فرو ریختن تمام مارکسیسم دانستند، یعنی گویی که یک نظام عقیدتی هم فرو ریخت. گرچه که این دوتا معادل یکدیگر نیستند و نبودند و نمیتوانند باشند، همچنان هنوز در مارکسیسم سخنانی هست که زنده است و مورد توجه اهل نظر است. اما وقتی که ما به درخت از راه میوه‌هاش نظر میکنیم، وقتی میوه تلخ از آب درآمد دیگه فاتحه اون درخت رو میخوانیم و به دنبال این نیستیم که بگوییم شاید بعداً جایی یک میوه شیرینی هم بر این درخت ظاهر بشود. دفتر داوری رو میبندیم و پرونده رو خاتمه یافته میگیریم. به هر حال در مورد ادیان هم داوری تاریخی شرط است، هم داوری متکلمانه و فیلسوفانه. امروز داوری تاریخی اهمیت بسیار زیاد پیدا کرده است، لذا وارد اون مقوله هم میشویم و من امروز میکوشم که در اون باب سخنانی عرض کنم. اما قبل از اینکه به این تعاریف فونکسیونال یا شبه فونکسیونال برسیم، اجازه بدهید من از یکی دیگر از فیلسوفان دین که نوبت گذشته نوبت به او نرسید اینجا یادی کنم و درودی به او بفرستم و نامی ببرم و رأیش رو هم بیان کنم و آنگاه دنباله کلام خودمون رو بگیریم. در قرن 19 فیلسوفی ظهور کرد در دانمارک به نام سورن کیرکگارد و این کیرکگارد که در واقع تلفظ دیگری از همون چرچ یارده. به هر حال این آقا که فامیلیش هم کلیسا بود، این و در سنین نسبتاً جوانی هم از دنیا رفت و یک دوره عشقی ناکامی رو هم پشت سر گذراند. تقدیر چنان بود که یکی از بزرگترین فیلسوفان دین یا دین شناسان باشد. کیرکگارد البته میتوان گفت فیلسوف بود، اما نه فیلسوف به معنای متعارف کلمه، مرد متفکری بود و در باب دین و اعماق وجود انسان بسیار مطالعه میکرد و مداقه میکرد. به همین دلیل هم شاید او رو بتوان اولین اگزیستانسیالیست نامید، به معنای کسی که راجع به اگزیستانس آدمی فکر میکرد و او یک اگزیستانسیالیست غیر ملحد بود. بعدها اگزیستانسیالیسم به راه الحاد رفت، یعنی مخصوصا فرض کنید کسی مثل ژان پل سارتر که نامدارترین اگزیستانسیالیست ملحد زمانه ما بود و بسی مانند او. اما اگزیستانسیالیسمی که با کیرکگارد شروع شد اگزیستانسیالیسم الهی بود، غیر الحادی، و این مرد اساساً شیفته خداوند بود، عاشق خداوند بود و نوشته های او به اندازه دلرباست که انسان گویی که وقتی برمیخیزد از پیش یک عاشق شیفته‌ای برخاسته است که کلماتش در او تأثیر دراز مدتی میگذارد. برای کیرکگارد حقیقتاً
مسئله دین بود و اینکه دین در کجای وجود آدمی جا دارد و با آدمی چه می کند. مفهوم ایمان مطرح بود برای او، نه مفهوم عقیده. و این ایمان و عقیده از نکاتی بود که خب مدت‌های زیادی بود که تئولوژی غربی و مسیحی به آن می اندیشید و جدا شدن این دوتا یک کشف نیکویی بود که صورت گرفت. چون ما معمولاً در زبان خودمون و در فرهنگ خودمون گاهی این دوتا رو مرادف هم به کار میبریم. مؤمنان کسانی رو میدانیم که اعتقادات ویژه‌ای دارن، مثلا معتقدن که خداوند یکیست، پیامبر اسلام که بوده است و چه گفته است و چه. خیلی وقتا هم در تفسیر آیات قرآن که کلمه ایمان رو به کار میبرد، ما به همین معتقدین اون رو ترجمه میکنیم، در حالی که خب حقیقتا ایمان چیزی است و اعتقاد چیز دیگری است. ایمان اون چیزی است که وجود شما رو دگرگون میکند. یک اعتقاد ممکنه شما رو عوض نکنه. ما افراد زیادی رو داریم که باور دارن که خدایی هست و این خدا یکیست و این خدا ناظر اعمال ماست و حساب میکشد و بهشت دارد و جهنم دارد و ملائکه دارد، اما ذره‌ای در رفتارشون و در زندگیشون اعتقاد پیاده نمی شود و اثر نمی گذارد. این اعتقاد است، اما یه اعتقادی که وجود رو فرا نگرفته است، مثل یک آب شستشو نکرده است هستی کسی رو. اما ایمان اون چیزیست که شما رو عوض می کند. این حقیقت تعریف ایمان است، اون چیزی که سر تا پا شما رو یک انسان دیگر می کند. به قول یکی از متکلمان مسیحی، ایمان اون چیزی است که وجود تازه‌ای به شما می بخشد، در حالی که اعتقاد چیزی است که یک عقلانیت تازه، یک ذهنیت تازه به شما می بخشد. نه اینکه اون هم بی ارزش باشد، اما در قبال ایمان 100% چیزی فروتری است و هرگز به پای او نمی رسد. کیرکگار در واقع دنبال این بود که ایمان مسیحی چیست و وقتی کسی ایمان می آورد، مؤمن می شود، در او چه اتفاقی می افتد. خلاصه رأیی که او پیدا کرد و ابراز کرد این بود که ایمان چیزیست برتر از اخلاق. و این حرف که حرف بسیار مناقشه برانگیزی بود و تا امروز هم هست، برای کسانی پذیرفتنی بوده و برای کسان دیگری هم پذیرفتنی نبوده است. یعنی اگر از کیرکگار بپرسیم که دین چیست، میگوید دین آن چیزی است که به آدمی ایمان میدهد و ایمان آن چیزی است که آدمی را عوض میکند و عوض کردنش هم از طریق این است که به شما یک مدارجی و مراتبی برتر از اخلاق رو نشان میدهد. از کجا کیرکگار به این نتیجه رسید؟ از تأمل و مداقه در داستان ابراهیم خلیل و قربانی کردن اسماعیل. البته در اعتقاد مسیحیان و یهودیان قربانی کردن اسحاق، ولی در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی شود. خب یه پدری به دنبال دیدن خوابی تصمیم میگیره که فرزندش رو قربانی کنه و پس از مدت‌ها کشمکش و کشاکش با خویشتن مصمم می شود و همت می ورزد و به قربانگاه می رود و فرزند را هم می خواباند و چاقو را هم بر گلوی او می گذارد. اما تقدیر الهی این بوده است که این امر رخ ندهد و فرزند از قربانی شدن رهایی پیدا کند. داستان قربانی شدن اسحاق یا اسماعیل به دست ابراهیم در تورات مفصل‌تر از قرآن آمده است. در قرآن اونطور که می‌دانیم همینقدر هست که ابراهیم به فرزندش گفت که من چنین چیزی دیدم در خواب و او هم گفت که پدر اقدام کن، من هم آماده ام و به قربانگاه رفتند و نهایتاً ملکی آمد و قوچی گوسفندی را آورد و به ابراهیم گفت این گوسفند رو به جای فرزندت قربانی کن. در تورات این هست، اما بیش از اینه. مخصوصا قصه این است که جایی که باید ابراهیم میرفت و فرزند رو برای قربانی میبرد فاصله زیادی تا منزل ابراهیم داشت.
تقریبا 3 روز راه بود. بعد کیرکگارد توضیحی که در باب این قصه داده است خواندنی است، باید آثار خود او رو در این باب بخوانید. در حقیقت خودش رو به جای ابراهیم نهاده که در طول این 3 روز که از منزل تا قربانگاه میرفت بر سر او چه آمد، در دل او چه میگذشت. 3 روز با خویشتن سخن میگفت، 3 روز کشمکش میکرد، 3 روز پیش میرفت و پس میآمد، 3 روز تمام در باب این خواب میاندیشید، در باب خدا میاندیشید، در باب حقانیت این رؤیا میاندیشید، در باب وظیفه، تکلیف، اخلاق، همه اینها میاندیشید که کار درستی است من میکنم، فرزند رو به قربانگاه میبرم. شکنجه‌ای میبرد، زجری میکشید و نهایتا هم ایمان او بر اخلاق پیروز شد. یعنی همه چیز حکم میداد به اینکه این کار اخلاقاً نارواست. یک فرزند بیگناه رو کشتن و سربریدن به هیچ نحوی پسندیده نبود، نه با ادیان پیشین و نه با دریافتی که ابراهیم از خدا داشت و نه با عرف و اخلاقیاتی که در جامعه اون روز جاری بود. اما او به عهده گرفت که بر اخلاق پیروز بیاید و اخلاق رو زیر پا بگذارد و به تعبیر کیرکگارد یک جهش ایمانی در تاریکی بکند. این تعبیر عیناً تعبیر کیرکگارد است که ایمان یعنی یک جهش در تاریکی، دقیقاً در اونجا که همه چیز روشن نیست شما آماده پریدن و جهیدن و عمل کردن بشوید. اگر همه چیز روشن است و عقل شما تصمیم میگیرد، ایمان شما چه کار است؟ فرض کنیم که شما در مقابل عملی قرار گرفته اید که به درستی میدانید که روا یا نارواست، همه اجزای او بر شما آشکار است و عقل شما میتواند به راحتی داوری کند. خب بدیهی است که شما چه کار خواهید کرد یا چه کار نخواهید کرد. ایمان که در اینجا نقشی نداره، خدا که در اینجا نقشی نداره، شمایید و عقل شما. درست همونجا که همه چیز بر قرار خود نیست، بر مدار خود نیست، یک جهشی در تاریکی لازم است، اونجا ایمان کار میکند و اگر هم نشد که نشده است. یعنی شما از ایمان واقعی برخوردار نیستید. کیرکگارد البته مراتب مادون این ایمان رو هم تخفیف نمی کند، خوار نمی شمارد. زندگی اخلاقی رو زندگی بسیار نیکویی می شمارد، اون هم یک سطح از اخلاق است. چیزی شبیه دینداری اخلاقی معیشت اندیش یا دینداری معیشت اندیش، دینداری که عین زندگی است، حتی مادون اخلاق است، آدمیان در او خطا هم میکنن، اینا رو هم همه وقع میگذارد و ناچیز نمیشمارد، اما میگوید که اینها حق دینداری رو ادا نمیکنند. ایمان رو، ایمان وقتی نقش خودش رو بازی میکند که عقل عاجز میشود یا حتی عقل حکمی دارد بر خلاف ایمان، اما شما این حکم عقل رو میشکنید و میپرید. دلیری در ایمان لازم است که این دلیری در عقل نیست. اگر خوب توجه بکنید سخنان کیرکگارد در اینجا وقتی که من میخوندم، بعدها هم به او میاندیشیدم، بسیار نزدیک به سخنان مولاناست وقتی که از عشق سخن میگوید. دقیقاً اونچه که در مولوی تحت نام و عنوان عشق سخن میرود همان ایمانی است که جناب کیرکگارد از او سخن میگه. این که مولوی میگه لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. عقل اهل محاسبه است، سوداگر است، تاجر است و سود و زیانها رو میسنجد و به چیزی رو میآورد که سود عاجل یا آجل او در اوست. ولی عشق لاابالی است، یعنی بی‌پرواست، یعنی دلیر است، یعنی کاری میکند که عقل
آدمی رو ممکن است از او باز دارد، نهی کند و بگوید این که عاقلانه نیست. دل به دریا زدن است. دل به دریا زدن دقیقاً معناش این هستش که یه جایی که شما احتمال غرق میدید، احتمال شکست میدید، باز هم شما عمل کنید و پا در یک جاده خطرناک بنهید. خطر کردن است، ریسک کردن است. بسیاری از ایمانها یا دینداریهای آدمیان که از نظر کیرکگور واقعا ایمان محسوب نمیشه، برای این است که ریسکی در اون نیست. یک دینی رو انتخاب میکنن که با یک زندگی خیلی بی مخاطره‌ای و راحتی و آرامی سازگار است. هم این رو دارن هم اون رو دارن و این دوتا رو کاملا در یه جاده با هم میرانند و هیچ تصادفی هم صورت نمیگیره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بازم عرض میکنم این به لحاظ کیرکگور به خودی خود ایرادی نداره، ولی به ما میگه که لطفاً اسم اینو ایمان نگذارید، خودتون رو هم مؤمن نشمرید، سر خدا رو هم منت نذارید و از خودتون هم خیلی متشکر نباشید. این چندان کار مهمی نیست. شما اینجا فیلی هوا نکردید، شما اینجا شق القمری نکردید، یه کار متعارف معمولی انجام دادید. اما وقتی که پای ریسک میاد و وقتی پای خطر کردن میاد، اون وقت آدمیان اونجاست که معلوم می شود که چه کارن. این تعریف از ایمان اگر دلتون میخواد خیلی تعریف نخبه گرایانه است. نخبه گرایانه نه معنای مذموم کلمه، یعنی فقط نخبه‌ای، نوادری به این درجه از ایمان میرسند و میتوانند اون رو در خود بپرورانند و حامل و واجد او بشوند. اکثریت نمیتوانند و نمیکنند و توقعی هم از اونها نیست. ما اگر به امام حسین فی المثل احترام میگذاریم به خاطر این است که ظاهرا این عنصر ریسک در او کاملا نمایان است. یعنی ایمان او رو به خطر کردن، به لیپ آف فیث، به یک جهش ایمانی کشانده است و او با این جهش ایمانی نشون داده که در کدام رتبه از مراتب ایمان ایستاده است. پیامبران خب همینطور بود، یعنی به هر حال واجد این مدارج و مراتب بودند. خلاصه مطلب این است که کیرکگار معتقد است که تا ابراهیم وار نشوید اسم شما رو مؤمن نمیشه گذاشت. او پارادایم کیس ایمان بود، او برجسته ترین نمونه ایمانداری بود و ما به درجات میتوانیم به او نزدیک بشویم. از این دیدگاه اگر شما نگاه کنید میبینید اصلا شاید در تعریف کیرکگار مسئله وحی و نبوت و این چیزا خیلی دخالتی نداره. ایمان رو متعلق به یک حالت روحی فوق العاده متعالی میداند که آدمیان نادری میتوانند به اونجا پا بگذارن و از آن برخوردار بشوند. برای دیگران حالت یه غذای خوشمزه‌ای رو داره که خب میخورند و لذت میبرند و بر آنها هم عیبی و ملامتی نیست. از اینجا عبور کنیم چون من در اینجا نمیخوام بایستم. کیرکگار حقیقتا سخنانش و نظرش اونقدر جذاب هست که میتواند برای ساعتها ما رو مشغول بدارد. شبیه مولانا و وقتی که سخن از عشق میگوید دیگه گفت یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. خیلی مضمون فراوان است و درباره اون میتوان سخن گفت. در نگنجد عشق بر گفت و شنید، عشق دریایی بود بن ناپدید. خب به یکی دو نکته دیگه هم من اشاره کنم حالا که سخن از مولانا آمد، چون در باب دین و ایمان و مشخصات پسیکولوژیک و روحی که مؤمنان پیدا میکنن که میتوان آنها رو هم از مقومات ایمان دانست، در اون باب هم بد نیست سخن بگیم. مولانا داستانی داره در دفتر سوم که داستان اهل سباست. اهل فضل که در مجلس ما کم نیستن بلکه همه اهل فضلن، لاجرم با این قصه آشنا. به جوانب مختلف این داستان که خیلی هم طولانی است کاری ندارم، فقط به یک نکته اون میخوام اشاره کنم.
که نکته بدیعی است حقیقتا. میگوید که اهل سبا ایمان نیاوردند و سخنان پیامبران رو قبول نکردند و هرچه پیامبران برای اونها حجت میآوردند حجتشون در ناباوران و منکران کارگر نمیافتاد. یکی از در باب معجزات انبیا با اونها مخالفت کردند و مناقشه کردند و گفتند شما کاری شعبده بازی میکنید و اینها قابل قبول نیست. و بعد ایراد بزرگی که به انبیا گرفتن این بود که ما مردم خوشی بودیم و شما اومدید ما رو مرگندیش کردید. این خیلی نکته اساسی است که در این داستان سخن از آن می رود. طوطی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. ما مثل طوطی‌ها توی شکر غلط می زدیم. من نمیدونم، از قدیم تو ادبیات ما مشهور زیاد میگن که خوراک طوطی شکر است. حالا شاید هم هست، من خبر ندارم و چیزهای دیگه هم از اگر کسی میداند لطفاً به من بگوید. اینجا هم مولانا از زبان اهل سبا به پیامبران میگوید که ما خوش بودیم، ما شکرخوار بودیم و طوطی نقل و شکر بودیم. شما اومدید کام ما رو تلخ کردید، اوقات ما رو تلخ کردید، مفهوم و مسئله مرگ رو در میان ما انداختید، ما رو مرگندیش کردید. آخه این چه مکتبی است، این چه مشرب و مذهبی است که خوشی رو از آدمیان میستاند و تلخی و ناخوشی رو به اونها میدهد. این خیلی حرف مهمی است، فوق العاده مهمه. تقریبا هیچ دینی از ادیان نیست، چه اونهایی که الهی هن چه اونهایی که غیر الهی هن، که قصه مرگ در آنها مهم نباشد. به طوری که میتوان گفت اگر ما مرگندیش نباشیم واقعا یا بیدینیم و یا یه تخته بزرگ از دین و ایمونمون کمه. و اینکه جهان جدید میکوشد که مردم به یاد مرگ نباشن، خب این از عوارض و لوازم مدرنیته است. واقعا در گذشته به هر حال شما به یاد دارید، دیده اید یا شنیده اید که وقتی کسی از دنیا میرفت به هر حال او رو در خیابان می آوردن، در معابر می گردوندن، یه جوری که مردم ببینن، در تشییع جنازه شرکت کنن و معنی مرگ در میان مردم جاری باشد. امروزه که خب یه آقای ژاپنی بود میگفت که من پدرم که مرد من یه نیم ساعت براش گریه کردم، دیگه نمیدونم چی شد. از بیمارستان رو بردن دفن کردن، من نمیدونم کجا بردن، چطور شد و تموم شد، پروندهش بسته شد. و تقریبا اینطوریه امروز، یعنی سعی میکنن که این چیز زشت رو و ناپسند رو، ناگوار رو از نظر ما دور کنن و نمیدانن که در انسانیت ما رخنه میافکنن. شما میدونید اتفاقا اگزیستانسیالیسم که از اون نام بردیم، اصلا یکی از مهمترین پایه‌هاش همین توجه به مرگه. حالا درسته که اسمش اگزیستانسیالیسم یعنی وجود، ولی از قدیم به عدم زیاد میاندیشد. برای اینکه وجود رو بشناسید، عدم رو هم بشناسید و عدم آدمی مرگ آدمی است. به این مفاهیم خیلی میپردازن و اهمیتی داره، برای اینکه به قولهای دیگر ما موجودات معطوف به مرگیم. ما اصلا اومدیم که بریم، نیومدیم بمونیم. لذا اینطوری ساخته شدیم، یعنی به اون طرف سرازیریم و رو می آوریم و هستی ما این جاده رو در پیش ما کشیده است که ما نهایتاً به اونجا برسیم. مرگندیشی نشانه آدمیان عارف است. شما هیچ عارفی رو نمیشناسید که این نکته نزد او برجسته نباشد. نمیگم از مرگ بترسد، او این حرف دیگری است. نه، قصه ترسیدن نیست. اتفاقا خیلی از اینها با مرگ انس داشتن. در خود احوال مولانا هست که میگوید نوشتن دربارش که وقتی که مریض بود، در معرض مرگش 3-4 روز بیشتر به پایان عمرش نمانده بود، قونیه اتفاقا زلزله‌های خرد و درشتی می اومد و مولانا با همون طنز همیشگیش به اطرافیانش گفت که یه لقمه چربی می طلبد و من باید برم دفن بشم تا آرام بشم. نه، هیچ مشکلی نداشتن. امیرالمومنین تو کلماتش میگه که لابن ابی طالب لا آنس بالموت من الطفل بثدی امه، من
به مرگ مأنوسترم از طفل به پستان مادرش، ما گویی که از یک پستان شیر خورده ایم، همزادیم و اتفاقا نهج البلاغه در این باب خب سخنان بسیاری دارد. نه، مفهوم مسئله این است که این معنا باید وارد زندگی آدمی بشه، یعنی بخشی از زندگی ما رو باید تأمل در این باره فرا بگیرد. وقت فواید زیادی داره. من این رو بحث کرده بودم در گذشته و الانم فقط یادآوری مختصر میکنم که در ادیان 2 ابزار هست برای فروکوفتن سرکشی‌های نفس آدمی، یکی خدا و دیگری مرگ. خب خدا در همه ادیان نیست، باره ادیان غیر الهی ما داریم همچنان که گفتم مثل بودیسم، اما مرگ چیزی نیست که غائب باشد از ادیان جدی، چه از گذشته های دور که زرتشتیگری باشه تا به اسلام برسیم و چه حتی به پاره از ادیان ساختگی دوران ما، ولی مفهوم مرگ در اونجاها حاضر است. این رو جامعه شناسان هم گفتن، روانشناسان هم گفتن، ادیان هم آوردند که توجه به معنای مرگ و مفهومی از آدمی که وجود معطوف به مرگ داره باز جزو ارکان ادیان است. ما چون خودمون به هر حال غرق در اندیشه دینی هستیم شاید توجه نکنیم که چنین چیزهایی با شیر اندرون شد و با جان به در رود، یعنی اینطور در جان ما نشسته است. اما خب نشسته و خوبم هست که نشسته است و اولا پاره سرکشی ها رو رام می کند و ثانیاً ما رو آدمتر می کند، خودشناستر می کند. کسی که این معنا رو ازش غافل است خودشناسی او هنوز کافی و کامل نیست. نکته دیگری رو از یک فیلسوف انگلیسی به نام آقای والتر استیس برای شما نقل کنم که او هم نه در مقام دادن تعریفی از دین بلکه توجه به یک وجه از وجوه مهم اندیشه دینی بیان کرده است. آقای استیس همون کسی است که کتاب خوبی در باب هگل دارد که به فارسی ترجمه شده، کتاب خیلی خوبی در باب عرفان و فلسفه دارد که به فارسی ترجمه شده. یک کتابی هم دارد که مجموعه مقالاتی است تحت عنوان Man Against Darkness، انسان در برابر تاریکی. این کتاب او کتاب نسبتاً ضد دین است، اما بعداً که اندیشه او عوض شد و همون کتاب عرفان و فلسفه رو نوشت به هر حال به شاهراه طریقت نزدیک شد بدون اینکه البته به دینی از ادیان ویژه پابند شده باشد. باری در این کتاب Man Against Darkness ایشون به نکته مهمی انگشت نهاده و او این که میگوید قائل به غایت دار بودن عالم شدن یکی از ارکان ادیان است و این حرف مهمی است. البته ببینید داروین وقتی که آمد نه از اینجا شما قیاس بگیرید مطلب. داروین ظاهر امر این بود که تئوری را آورد که با برآورده ها یا محتویات کتاب مقدس منافات دارد. در کتاب مقدس آمده بود که خداوند انسان را مستقیما آفریده است و 6 روز دنیا و آسمان و زمین را آفریده و دریاها و کوهها را آفریده است و بنابر آنچه که متکلمان مسیحی و یهودی محاسبه کرده بودند تقریباً 4000 سال قبل از میلاد مسیح دنیا خلق شده بود. یعنی دنیا تا میلاد مسیح یک عمر 4000 ساله داشت و تا زمان داروین تقریباً 6000 سال عمر دنیا بود. در میان ما هم تقریباً این حرفا رواج داشت. شما همین کتاب ناسخ التواریخ که دوران ناصرالدین شاه نوشته شده نگاه کنید تقریباً میگه آدم، حضرت آدم 8000 سال پیش به دنیا آمده. یک چنین تلقی از جهان وجود داشت، یه دنیای خیلی کوچولو با یه عمر خیلی کوتاه و یک آینده نسبتاً معین. داروین که آمد مهمترین البته مخالفتی که در کلام او با دیده شد با کتاب مقدس بود که نه آدمیان این چنین نبودن، دنیا عمر خیلی بلندتری داره. میدونید داروین خودش میگفت من حداقل 300 میلیون سال
عمر لازم دارم تا تئوری من بتواند درست از آب درآد و این نسل‌ها این چنین که من پشت هم چیده‌ام بیایند و انتخاب طبیعی کار خودش رو بکنه تا به انسان برسه. البته میدونید بعد از داروین عمر زمین بسی بلندتر از این شده، امروز نزدیک 4 الی 5 میلیارد سال است و این رو عین خود همین مطلب رو یه عده قرینه‌ای بر صحت یا تأیید نظر داروین گرفتن، عمر بلند زمین رو. خب اینا مخالفت با کتاب مقدس داشت، ولی مسئله بالاتر از این بود. یعنی این که کلیسا و متدینین با داروین در افتادن و اون نزاع بلند و درازدامن قرن 19 پدید آمد که بسیار بسیار خواندنی و عبرت گرفتنی است، به این سبب تنها نبود، این بود، ولی بالاتر از این بود که داروین غایت رو از جهان ستاند. یعنی گفت که در دنیا مقصدی، هدفی وجود ندارد. حالا این که منافات با کتاب مقدس داشته باشه نداشته باشه یه حرف، اما حرف دوم این بود که اصلا هدفی در کار نیست، همینطور چیزهای ریخته تو این عالم از همون ابتدا و بعد اینها برخوردهای تصادفی با یکدیگر داشتن و این برخوردهای تصادفی رفته رفته همینطور به یک جاده‌ای رسیده و تا وضعیت امروز پدید آمده. نه انسان موجود کاملی است، نه جانوران پیشین هر کدام کامل و بی‌نقص بودند و نه این راهی که پیموده شده است یک راه صاف مستقیم حساب شده بوده. بسیار این جهان و موجودات زنده کج و کوج رفتن، از راه و بیراه رفتن تا وضعیت به اینجا رسیده. یه جمله اون موقع خیلی مشهور بود میان بیولوژیست های داروینی، میگفتن که طبیعت red in teeth and claw، طبیعتی که دست و چنگالش به خون آلوده است. یعنی انقدر موجود جاندار کشته شده است، از بین رفته است، قربانی شده است تا وضعیت آدمیان یا موجودات زنده به اینجا رسیده که اکنون رسیده. گمان نکنید که خیلی تر و تمیز این راه طی شده است، اصلا و ابدا. شیخ عطار چی میگفت؟ گفت 100,000 طفل سرببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، 100,000 دید و دل تاراج رفت تا محمد یک شبی معراج رفت. در اینجا که 100,000 میلیون ها جانور از بین رفتن در نیمه راه، بعضیا خودشون رو کشون به اینجا رسوندن که اکنون رسیدن و میشد که نشود، یعنی این راه به گونه دیگری طی بشود. سر هر پیچی که شما نگاه کنید 1000 امکان وجود داشت که این قافله زندگی به اون سو برود، اما به یک دلیل تصادفی به سوی دیگری میل کرد. البته جناب داروین همچنان که میدونید خیلی از پدید آمدن و به وجود آمدن انسان ناراحت بود. میگه انسان جلوی تکامل رو گرفت، یعنی جلوی انتخاب اصلح رو گرفته. تکامل کورکورانه کار میکرد، اما اونی که شایسته ماندن بود میموند. امروز طب، حالا تازه این حرف رو تو قرن 19 میزنه، اگر تو 21 بود چی میگفت؟ طب به اصناف هیل و با شعبده ها و معجزه های خودش موجودات ضعیف مردنی رو نگه میداره، ولی طبیعت این کارو نمیکرد. طبیعت تا موجودی مردنی بود زود فاتحه‌ش رو میخوند، تأمل و تردید نمیکرد. برای همین بود که اونایی که موندن خوباش بودن که موندن، ضعیفا و مردنی ها و ناتوان ها همه غربال شدن و حذف شدن. ولی امروز او میگوید که آدمیان این چنین نمی کنن و به همین دلیل هم ژن‌های ضعیف باقی میمانند، با ژن‌های ضعیفتر ازدواج میکنن، بعد بچه‌های ناتوانتر به وجود میارن و اصلا نسل انسانی داره از بین میره و خراب میشه. جمعیت جهان افزونتر میشه ولی نه لزوما با آدمیان بسیار سالم و توانا و برجسته و درجه یک، چه عقلاً و چه جسماً. باری اون چه که داروین از ستاند با تئوری تکامل خودش غایت از جهان بود، یعنی هیچ هدفی در کار نیست، هیچ پلنی وجود نداشته. وقتی شما به تاریخ جانداران نگاه میکنید میبینید که یک هرج و مرجی حقیقتاً برقرار است و از دل این هرج و مرج
این چیزی که ما گویا منظم و منظوم میبینیم سر برکشیده است. order out of chaos، تعبیری که بعدها اون فیزیکدان بلژیکی کرد، آقای پریگوژین، که کتابی تحت همین عنوان دارد. خب البته فیزیک جدید و ترمودینامیک جدید اینا همشون دنبال همین تئوری order out of chaos هستند، ولی در نزد داروین این اتفاق افتاد و گوییم که او البته به ژنتیک هیچ علم نداشت، هنوز دانش ژنتیکی به وجود نیامده بود. بعدها که نیو داروینیسم آمد و ژنتیک رو هم افزود به داروینیسم کهن و کلاسیک، خب این مکتب با قوت تمام برقرار، یعنی پدیدار شد که تا امروز هم برقراره. اینکه جهان غایتی نداره، یعنی ظاهراً غایتی نداره، خیلی غیر دینیه، خیلی ضد دینیه. اندیشه دینی، مخصوصاً اندیشه های الهی، ادیان الهی، مطلقاً زیر پای این قول نمی روند و این رو نمی پسندند و نمی پذیرند. ولی با کمال تأسف، نمیدانم جای تأسف هست یا نه، به هر حال علوم جدید چنین چیزی رو در ذهن ما فرو میبرند، یعنی بدون اینکه به ما کسی بحث از غایت یا بی‌غایتی بکند، بحث تلئولوژی یا نان تلئولوژی بکنه، ما ذهنمون که در فضای علوم جدید پرورده می شود نافی غایت انگاری است. یعنی رفته رفته برای ما بی‌معنی است که بگوییم فلان موجود برای فلان منظور به دنیا آمده است. چنین چیزی تو ذهنیت ما نمی‌گذرد. زمین برای مثلا مصلحتی دور خورشید می‌گردد. دیگه این چیزها اصلا وجود نداره در ذهنیت مدرن، در حالی که گذشتگان همه اینا برای توش بود. این برای اون است. گوسفندان آمدن برای اینکه ما از اونا تغذیه بکنیم، درسته؟ ولی این حرفا در تئوری داروینیسم همه از ریشه برکنده شد. برای وجود نداره و اینکه چون قرار است ما بعداً به وجود بیایم، جلو گوسفندا پدید اومده باشن که فردا ما شازده ها بشینیم و گوشت اونها رو کباب کنیم و بخوریم. یه همچین چیزی ممکن بود برای بعضیا قبلا معنا داشته باشه، ولی امروز علی‌الظاهر همه اینها فرو ریخته است. خب قول به غایت داری در عالم به لحاظ علمی، به لحاظ علم جدید خیلی دشوار شده است، خیلی دشوار شده است. ولی البته چنین نیست که داور نهایی در اینجا علم باشه. فلسفه و اینها هم در اینجا حرفایی دارن، ولی من فعلا چون در مقام داوری نیستم، فقط میخوام بگم که ستانده شدن عنصر غایت از جهان رو بسیار سکولار کرده است. یعنی اندیشه غیر دینی رو از این طریق حاکم کرده است. ولو اینکه ما غافل باشیم، با خبر نباشیم از اینکه چنین اتفاق مهمی رخ داده است، اما ناآگاهانه ما هم تسلیم این اتفاق شده ایم و چنین چیزی در بن اذهان ما نشسته است و خواه ناخواه به او باور داریم. به همین دلیل هم هست که به هر حال نوبت اول براتون گفتم آدمیان دیندار خودشون رو در جهان جدید غریبه و بیگانه می‌یابند. ممکن است که تحلیل درستی و روشنی نداشته باشند که چرا ما غریبه ایم، چرا صاحب خانه نیستیم، در حالی که قبلا ما غریبه نبودیم، بلکه خودمون رو در این جهان، جایگاه خودمون رو در این جهان میدیدیم و به خوبی جا افتاده بودیم. خب همیناست که رخ داده، همین هاست که ممکنه یه انسان ولو حتی عالم هم باشه خودش ندونه که از چه دنیایی به چه دنیای دیگری منتقل شده است. اما این انتقال وقتی که صورت گرفته، یک چنین اتفاقی رو هم و یک چنین روانشناسی تازه‌ای رو هم با خودش آورده است و ناگزیر به آدمیان هم تلقین و تزریق کرده است. خب فکر میکنم من بیش از این دیگه در این مقام توقف نکنم و فرصت ما هم همچنان بله میتوانیم یه مدت دیگری با هم سخن بگیم.
خب اجازه بدید ما وارد قرن 19 بشیم و من از یکی دو سه نفر کسانی که بنابر فونکسیون دین به نقد دین پرداختند سخن بگویم. اولین کسی رو که نام میبرم کسی است به نام آقای لودویگ فیورباخ. لودویگ فیورباخ شخصیت مهمی است در تاریخ دینداری و همچنان که قبلا گفتم براتون آلمان ها مفتخرن و مبتهجن که متفکران زیادی و متکلمان زیادی رو تحویل تاریخ بشریت دادند، ملحدان زیادی رو هم تحویل تاریخ بشریت دادند که یکی از مهمترینشون همین جناب آقای لودویگ فیورباخ است. من حدود 30 سال پیش توفیق داشتم که آراء فیورباخ رو در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس می کردم که برای اولین بار و آخرین بار این کار در دانشگاه تهران و بلکه در ایران صورت گرفت. گمان نمی کنم امروز کسی این کار رو بکند یا جرأت انجامش رو داشته باشد و یا بگذارند که انجام بدهد. فیورباخ یک فیگر، یک شخصیت نمونه است برای اینکه نقطه عطفی در دینشناسی یا الحاد در آلمان و بعد در اروپا به شمار می رود. مارکس و انگلس بنابر آنچه که انگلس بعدها گفت ما برای مدتی همه فیورباخی بودیم. یعنی او بود که به اصطلاح آخرین میخ رو بر تابوت دین کوفت و به ما نشان داد که اساسی و بنیانی و جوهری ندارد. یک کتاب بسیار مهمی داره آقای فیورباخ به نام The Essence of Christianity، ماهیت یا جوهر مسیحیت. عمده افکارش در همین کتاب است و شما حتما شنیده اید که مارکس هم 11 تز دارد در باب فیورباخ که بسیار هم مشهور است اون تزها تحت عنوان 11 تز مارکس، که اینها رو هم وقتی که این کتاب رو میخوند در جایی یادداشت کرده، نه برای چاپ کردن، بعدها کسانی یافتن و اونها رو چاپ کردن که این 11 تز که هر کدومش چند جمله مختصر است، یکی دو تا تز خیلی مهم و مشهور از میان اونها بیرون آمده است که شاید مشهورترینش همان است که مارکس گفت که فیلسوفان جهان رو تا کنون تفسیر کردند اما سخن بر سر تغییر آن است. گفت که ما با فلسفه می‌خواهیم جهان رو تغییر بدهیم، نه مثل هگل که با فلسفه می‌خواست جهان رو تفسیر کند. فقط به ما بگوید که جهان چیست، چون می‌دانید خصوصاً هگل که خب مارکس از شاگردان هگل هم بود و در بسیاری از حرفاش نظر به هگل و سیستم فلسفی او داره. هگل میگفت که شأن فیلسوف کشف ضرورت است. چه چیزهایی در این عالم به ضروره رخ میدهد، چیزهای کنتینژان یا کانتینجنت یعنی اتفاقی، اینها بیرون از دایره فلسفه است و لذا میکوشید تا جهان رو به صورت یک سیستم ضروری به ذات تفسیر بکنه. خب در این سیستم ضروری هر چیزی سر جای خودشه، خب تغییر دادن دیگه لازم نیست، هر چیزی سر جای. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. خب وقتی شما جهان رو چنان دیدی و چنان تفسیر کردی که هر چیزی همان است که باید باشد، دیگه دست به تغییر نمیبرید. هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. ما یه استادی داشتیم این شعر رو همیشه برای ما میخون، هگلیست، من الان که نظر میکنم هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. و جمله مشهور هگل که هر ریلی رشنال است و هر رشنالی ریل است، یعنی هر چه موجود است معقول است، هر چه معقول است موجود است، یعنی نیست در دایره یک نکته خلاف از کم و بیش. خب جناب مارکس خب این نبود، میخواست دنیا رو عوض کنه. گفت ما نیومدیم بگیم که این دنیا همون طوری است که باید باشد. اتفاقا دنیا اونطوری نیست که باید باشد، از سر تا تهش رو باید عوض کرد و مفهوم ایدئولوژی دقیقاً این بود
ایدئولوژی فلسفه‌ای است برای تغییر دادن، نه فلسفه‌ای برای تفسیر کردن و ضرورت‌ها رو در جهان نشان دادن. همون حرف حافظ، البته او شاعرانه میگفت که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، ولی جناب مارکس میگفت که نه، واقعاً باید جهان را از بن عوض کنیم. برای اینکه تا کنون، حالا دیگه از اینجا وارد این بحث میشد، ادیان دنیا را به ما وارونه نشون دادن و ما باید نگاهمون رو راست و مستقیم بکنیم. حالا قبل از اینکه به مارکس برسم فویرباخ رو عرض کنم. فویرباخ در این کتاب اسنس آف کریستیانیتی یک طرح عجیبی دارد. وقتی که این کتاب رو من میخوندم آدم تعجب میکنه از استراتژی این آدم و در این حال از زیرکی و هوشمندی او. تقریبا تمام اون چرا که در ادیان آمده در باب انسان و در باب خدا، همه اینا رو تصدیق میکنه، میگه اینا درسته، ولی وارونه معنا میکنه، چنان معنا میکند که به کار خود او میخورد و با منظور او موافق است. بذارید یه مثال بزنم. خب ما در ادیان داریم، در اسلام هم آمده، ولی البته این سخن خیلی قدیمتر از اسلام است که هر کس خود رو بشناسد خدا رو شناخته است. از جملات مشهور از شما هم حتما شنیدید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. فویرباخ عیناً همین جمله رو نقل میکنه از یهودیت و بعد میگه آره این حرف درستیه، هر کی خودشو بشناسه خدا رو شناخته، برای اینکه ما خودمون خداییم، نه اینکه هر کی خودشو بشناسه بعد میره خدا رو که یکی دیگه است میشناسه. نه، ما خودمون خدا. و تمام فلسفه فویرباخ همین است. میگه خدایی که ادیان گفتن ما خودمونیم، ادیان فقط آدرس غلط دادن، این خدا رو یه جای دیگه معرفی کردن، گفتن که برید تو آسمونا پیداش کنید. نه، این خدا خود ماهاییم، رو همین زمین هم هستیم، جای دیگه نرید. به قول مولانا معشوقه همینجاست، بیایید بیایید، کجا دارید میرید؟ ای اون که طلبکار خدایید، خدایید معشوقه همینجاست، بیایید بیایید، کجا دارید میرید؟ و خیلی از عرفای ما الان که من این رو براتون گفتم، ببینید چقدر از این سخنان گفتن که کجا میرید؟ خانه کعبه نرید، کعبه در خود شما. همه اینا رو قبول میکنه، میگه اینا درسته، ولی معنی نادرست کردن اینها رو. ما خودمون خداییم، خودمون کعبه ایم، خودمون اولیم، خودمون آخریم. البته خود فرد انسان رو نمیگه و جمع انسان، جماعت انسان رو میگه. تمام اون نیکی هایی رو که به خدا نسبت میدن به مجموعه بشریت نسبت داده میشود. یک جمله خیلی مشهوری داره که در کتاب خودش داره، میگه آنتروپولوژی ریشه تئولوژی است، یعنی انسان شناسی مبنای خدا شناسی است. اگر انسان رو بشناسی خدا رو شناختی، برای اینکه آدمیان با نظر کردن به خودشون خدا رو ساختن. باز جمله دیگری که این جمله خب در ابتدای تورات آمده است، در قرآن نیامده، ولی توی روایاتی که از پیامبر آمده خب به ما رسیده است، ولی ریشش البته توراتی است، که خدا گفت که من آدمی رو بر صورت خود آفریدم. درسته؟ ایماگو دئی، آدم هست the image of God، ما بر صورت خدا. اون میگه آره این درسته، خیلی درسته، ما بر صورت خدا آفریده شدیم، ما اصلا خود خداییم، ما خود صورت خداییم. و پاشو فراتر از این میزنه، میگه آدمی خدا رو بر صورت خویش آفرید، آدمی خدا رو بر صورت خویش آفرید. بعد در یک نسبت واژگونه گفت که خدا ما رو بر صورت خویش آفریده است، ما کپی همدیگه هستیم. حالا ادیان به ما میگن اصل خداست، آدمی کپی است. من فویرباخ میگم اصل آدمی است، کپی که از رو ساخته شده خداوند است. یعنی اصیل این طرف است. بسیاری از سخنانی رو که در ادیان آمده بود، این آقا اومد معنا کرد و یعنی معنا رو کاملا معکوس کرد و گفت آدمی خداست و دین یا عنصر مهم و مقومش که خدا باشد از روی انسان ساخته شده است. و بسیاری از نکته ها که در ادیان آمده است همه رو میتوان این چنین تفسیر کرد. لذا دین
موجب از خود بیگانگی انسان است. این جمله رو داشته باشید چون اصلش از هگل میاد، بعداً در فیورباخ و لذا بعداً در مارکس. یعنی فونکسیون دین رو دارن اینا بیان میکنن که خیلی نکته مهمی است. موجب از خود بیگانگی است. انتفرمدونگ در آلمانی به اصطلاح، از خود بیگانگی یعنی خود رو عوضی گرفتن. این از خود بیگانگی گاهی بد معنی میشه. دقیقاً یعنی خود رو عوضی گرفتن، خود رو درست نشناختن، خود رو با چیز دیگری اشتباه کردن. این درست معنای از خود بیگانگی است که میتونه اصناف مختلف داشته باشه. اما هگل میگفت که ما از بهشت که ما رو بیرون کردن، ما دچار از خدا بیگانگی شدیم. بعد که مسیح آمد ما را آشتی داد با خدا، گناه ما کفارهش پرداخته شد و ما دوباره صلح کردیم با خداوند. امثال آقای فیورباخ اینا هم سیستم هگلی رو، او هم از شاگردای هگل بود، وارونه کردن. گفتن نه، اون قصه یعنی ما از خودمون بیگانه شدیم و تا وقتی که ادیان هستن هیچ وقت ما با خودمون آشتی نمی کنیم مگر اینکه دید خودمون رو از خودمون عوض کنیم. به ما خوراندند که خدا بیرون از ماست و ما بر صورت او آفریده شدیم، یک معرفت وارونه و واژگونه. باید این رو عکس کنیم تا از خود بیگانگی بیایم بیرون، با خودمون یکی بشیم، خودمون رو عوضی نگیریم، نگیم ما ساخته خداوندیم، بدانیم که خدا ساخته ماست. وقتی که این هرم رو روی قاعده بنشانیم به قول مارکس، اون وقت همه چیز سر جای خودش می نشیند. اون وقت تاریخ ادیان خوب فهمیده می شود. اون وقت آموزه های ادیان هم خوب معنا می شود. ما هم از خود بیگانگی بیرون میایم و خودمون میشیم. این قصه ای که خیلی ادامه داشته و بعدها هم دربارش ما باید صحبت بکنیم. واقعا نکته ای که توی قرن 20 هم به او تأکید شد که آدمی کی خودشه. ماها این رو بهش کمتر فکر میکنیم. آیا ما هر طوری باشیم خودمونیم، یا اینکه در یه وقتایی و در یک صورتهایی واقعا خودمونیم و اگر اندیشه های دیگه یا ایمانهای دیگری پیدا کنیم شاید اصلا مسخ میشیم، شاید یه خود دیگری به جای ما مینشینه، یعنی از خود بیگانه میشیم، خود رو عوضی میگیریم. ما کی خودمونیم؟ البته یک سوال مقدمتر بر این وجود داره که آیا اصلا انسان خودی داره یا نداره تا بعد ما بگیم که ما کی خودمونیم. خب ببینید، وقتی که مارکس این رو میگفت، فویرباخ میگفت، هگل میگفت، هنوز ذاتگرایی موجود بود. میشد بگی که انسان یه موجودی خودی دارد و میتونه از خودش جدا بشه، فاصله بگیره یا دوباره به خودش بپیونده، میتواند عوضی ببیند خود رو یا درست ببیند. در جهان جدید و در مارکسیسم اگزیستانسیالیسم الهادی پس از سارتر و امثال اینا دیگه انسان خودم نداره. یه تعبیری هست که اگزیستانسیالیست ها همیشه میگن man has no nature, he has history. آدم طبیعت و نیچر و جوهر نداره، ماهیت نداره، فقط تاریخ داره. خب این خیلی حرف مهمی است. موجودی که طبیعت نداره، ماهیت نداره و فقط تاریخ داره یعنی یه موجود سیاله. درست همون حرفی که پایتاگوراس میزد که از یک رودخانه دوبار نمیتوان گذشت، برای اینکه رودخانه جاری است. دفعه دومی که میخوای از او عبور کنی دیگه اون آبهای دفعه قبل وجود ندارن، از یه آب دیگری میپری، در آب دیگری شنا میکنی. اگر آدمی رودخانه‌وار جاری باشه و خودی نداشته باشه، این مفهوم آلیناسیون، مسخ، جنزدگی، از خود بیگانگی، درد بیخیشتنی، هر چی که اسمش رو بگذارید، مفهوم مبهمی میشه و در جهان ما مبهم هم هست. اما در دوران مارکس و فیورباخ و هگل این به قوت به کار میرفت و فونکسیون دین نزد آقای فیورباخ این شد که یعنی فونکسیون بدی داره متاسفانه، و اون که آدمی رو از خود بیگانه میکنه، ما رو به خودمون عوضی می نمایاند. یه دوربینی است که
عکس وارونه از ما میگیره. چنان که گفتم ما خداییم، به ما میگه که خدا یکی دیگه است. ما سازنده خداییم، به ما میگه خدا سازنده ماست. ما وقتی خودمون رو بشناسیم خدا رو شناختیم، چون خودمون خداییم. اون دین به ما میگه که خدا جای دیگه است. خدا بر صورت ما ساخته شده، دین به ما میگه تو بر صورت خدا ساخته شده ای. همه اینها در واقع وارونه کردن واقعیت است و وقتی که این به جای خود نشست اونگاه یعنی ما فهمیدیم که اشتباه کردیم، قصه حل می شود. مارکس درست همینجا وارد شد، کاری به دیگر تئوری های مارکس که ما نداریم. مارکس درست همینجا وارد شد و حرفی که با فویرباخ داشت این بود. حرف فویرباخ رو قبول کرد. به قول انگلس که ما همیشه ما هممون برای مدتی فویرباخی بودیم، ولی یک نکته داشت با فویرباخ که این رو در همون تزه های 11گانه خودش هم گفته. میگه آقای فویرباخ، درست است که دین منشأ آلیناسیون است و در اثر اندیشه دینی ما خودمون رو عوضی میگیریم و عوضی میفهمیم، ولی شما فکر میکنید این یه خطای ذهنیه، یه اشتباهه و وقتی که ما مثل معلم این اشتباه رو به شاگردا توضیح دادیم و شاگردا فهمیدن اشتباه کردن، دیگه بعد از این اشتباه نمیکنن. لکه مارکس جامعه شناس بود، گفت جناب فویرباخ شما باید توضیح بدید چرا آدم‌ها این اشتباهو کردن و چرا این اشتباه اینقدر پایدار شده، اینقدر جاگیر شده که با 1000 بار توضیح دادن از ذهن‌ها بیرون نمیره. او گفت تا ما به ریشه، تو میگفت تو ریشه معرفتیشو داری میگی، این کافی نیست. تا ما به ریشه اجتماعی این خطا نرسیم قصه حل نمی شود و لذا باید ببینیم کدام شرایط اجتماعی باعث شده است که آدمیان به از خود بیگانگی رضایت بدهند. با تصحیح اون شرایط اجتماعی این اشتباه تصحیح خواهد شد، نه فقط با توضیح خطا. توضیح خطا برای 4 نفر اینو توضیح میدی، ولی این خطا رایج جاری در طول تاریخ و در سرتاسر جامعه. بعد او از اینجا بود که وارد شد که دین در واقع یک آلیناسیونی است که از یک شرایط از خود بیگانه کننده برخاسته است. فضای اجتماعی و اقتصادی و ستینگ و کانتکستی که آدمیان در او زندگی می کنند چنان است که این آلیناسیون رو با خود می آورد و تا اون کانتکست عوض نشود این خطا هیچگاه عوض نخواهد شد. در واقع مارکس همچنان که نوشته‌هاش هم نشان میداد وقت چندانی رو مصروف رد دین نکرد، اینکه دین باطل است و خدا وجود ندارد و اصلا وارد این بحثا نشد، برای اینکه معتقد بود اینا بیفایده است و این از خود بیگانگی تا علتهای اجتماعیش وجود دارن وجود خواهد داشت. و بنابراین این بحث‌های به اصطلاح روبنایی که بنشینیم و استدلال کنیم و احتجاج ببرزیم که آیا خدایی هست خدایی نیست، فلان پیغمبر حق بوده یا باطل بوده، میگفت اینا وجهی نداره، اینا تضییع وقته. اگر شما جامعه رو چنان که باید درست بسازید این خطا رخ نخواهد داد و لذا ما اصلا از اون گونه بحث‌ها و استدلال‌ها بی‌نیاز خواهیم شد. از نظر جناب مارکس هم دین فونکسیون اصلیش و کارکردش از خود بیگانگی بود، یعنی آدمیان رو به خودشون عوضی نشان دادن و عکس غلط از اونها گرفتن و به اونها نشان دادن. اما ریشه این کار در بدفهمی نبود، در توطئه بعضی از به اصطلاح بدخواهان نهفته نبود، بلکه در فضای تاریخی و شرایط اجتماعی خاصی زاده میشد. بعد جناب مارکس میگفت که نه تنها دین یک خطاست بلکه یک خطای آرام بخشه، یعنی این خطاییست که وقتی آدمیان میکنن زندگی ناگوار بر آنها گوارا میشود، در زجر و شکنجه و بدبختی زندگی میکنن، اما میگن که این خب خدا خواسته،
این تقدیر ما بوده، این کار ما بوده، این چی بوده، اون چی نبوده، به هر حال تحمل میکنن. نه تنها یک عقیده خطرناک زیان بخش هست که هست، ولی در این حال آرام بخش هم هست، مثل یک زهری که شیرینه. زهر شما رو میکشه، اما چون شیرینه شما با میل و لذت تمام اون رو سر میکشید. و اینکه ما دائما بگیم که این شیرینی زهره، فایده نداره. شما باید ریشه زهر رو بزنید و نگذارید که زهر تولید بشود. این آلیناسیون در واقع که شکل اجتماعی داره، خب دیگه میدونید دیگه، مارکس رو به مفهوم انقلاب راهنمایی کرد. اینکه باید جهان رو تغییر داد، نه فقط جهان رو باید تفسیر کرد. ما باید انقلاب کنیم، جهان رو باید عوض کنیم، روابط رو باید عوض کنیم که عمدتاً روابط تولیدی بود. آنگاه آدمیان مستقیم میشوند، بر پای خود میستن، به خودشون میرسن و این خود دیگه خواهد دید که نیازی به دین، به خدا، به امثال اینها ندارد و جهان تازه‌ای رو خواهد آفرید و انسان تراز نوین خلق خواهد شد و سیاستی و چی مناسب با اونها پدید خواهد آورد. به پایان سخن نزدیک میشیم. من فقط یکی دو تا نکته در اینجا خدمت شما عرض کنم و بحث امروزم رو به پایان ببرم. نکته اول این که مورخان نوشتن در قرن 19 که مخالفت با دین خیلی بالا گرفت، البته برخلاف آمریکا. آمریکا کلاً یک به اصطلاح امریکن اکسپشنالیسم، اینجا واقعا استثناء بود، ولی در اروپا خصوصا در فرانسه و در آلمان که مخالفت با دین خیلی بالا گرفت، یکی از عللش این بود که کلیسا خیلی کنار دست حاکمان ظالم نشسته بود. حاکمانی که دموکرات نبودن، حاکمانی که ظالم بودن، یه نوع پیوند این چنینی بین دین و حکومت برقرار شده بود و مردم این رو از چشم ادیان میدیدن که جناب کشیش و جناب پاپ یا اینا با همون حکمرانان و ستمگران، اینا دستشون تو کاسه هم دیگه است. این پیوند از دین و سیاست بود که پیوند دین و سیاست رو این همه منفور کرد و بعدها فریاد از دل مردم برخاست که باید این رابطه را قطع کرد برای همیشه، چون دینی بود که توجیهگر ستم بود و این دقیقاً همون حرفی بود که امثال مارکس می‌زدن که دین آمده است تا اینکه زندگی تلخ شما رو به شما شیرین بنمایاند. اینها میرن کنار دست حاکمان مینشینن، بعد میان به شما یاد میدن که شما صبور باشید، پاداشتون رو خدا روز قیامت به شما خواهد داد. یک چنین چیزی. این معناش این هستش که، یعنی تفسیر من این هستش که دین میتونه کنار دست حاکمان دموکراتیک بنشینه، هیچ زیانی نه. اون چه که در واقع دین رو و پیوند دین و سیاست رو منفور کرد، پیوند دین و یک سیاست ظالمانه بود، یک سیاست جابرانه بود که و این دینی که توجیه کننده اون جبر و اون ستمگری بود. اگر یه دینی بتونه اتفاقاً توجیهگر یا پشتیبان و حامی عدالت باشه، هیچ کسی از این پیوند نمی گریزد و هیچ کسی اون رو ملامت نمی کنه. اون چه که در عمل رخ داد این بود، دینی توجیهگر ستم. اگر دینی پشتوانه عدالت باشه، چرا ما نخواهیم چنین پشتوانه ای رو؟ چرا نگوییم که پیوندتون مبارک؟ اما چون در عمل متاسفانه چنین رخ داد، چه در قرون وسطا، چه در جوامع اسلامی، چه در دوران روشنگری و پس از قرون وسطا، یک چنین پیشینه بدی، سوء سابقه‌ای پیدا شد برای دین و پیوندش با سیاست که تا امروز هم ادامه پیدا کرده است و متاسفانه موجب داوری‌های نادرست و ناروا هم شده است. نکته اول. نکته دوم این که آدم وقتی احساس غریبگی بکنه، احساس الینیشن بکنه، ریولوشن دنبالش میاد. این همون کاری بود که مارکس کرد و مارکس اصلا این رو حالی کرد به مردم که شما نمیذارن شما خودتون رو بشناسید، شما رو از خونه خودتون بیرون کردن که خودتون باشید، خودتون هم نمیدونید کی هستید، شما ها رو مسخ کردن
و یه عده دیگه به نام شما دارن خوشی میکنن و شما رو وعده‌های سر خرمن میدهند. باید براندازید این نظام رو تا به خودتون برسید. ببینید، من میخوام بگم که در جهان جدید اگر دیندارانی احساس بکنن که توی این دنیا دارن عالیه نمیشن، یعنی اون خودشون داره از بین میرود، اینا احتمالاً دست به خشونت خواهند زد، دست به انقلاب خواهند زد. من پاره از اونچه که امروزه داره رخ میده رو یعنی در جهان اسلام تحت همین عنوان میبینم. یه عده مسلمان احساس میکنن که از خود بیگانه، یعنی تو این دنیا جایی ندارن. اون خودی که از خود میشناسند این دنیا او رو تصدیق نمی کند، تصویب نمی کند و این باعث می شود که شما طغیان کنید و عصیان کنید علیه شرایطی که وجود شما رو به رسمیت نمی شناسند. هیچی شما درست نیست و این جهان خانه شما نیست، شما مهمانم نیستید، باشیدم ناخوانده اید، تشریف ببرید بیرون. در این صورت طغیان و عصیان نزدیکترین و محتملترین واکنشی است که میتواند رخ بدهد و تنها کاری که میتوان کرد این است که یعنی خودشناسی برای این افراد پیدا شود که جایی برای خودشون در این جهان پیدا کنند و اونگاه هست که از بعضی خصومت‌ها و خشونت‌ها دست خواهند شست و به شیوه درست‌تر و معقول‌تری و حکیمانه‌تری به معارضه یا به انتقاد خواهند پرداخت. سخن امروز یا امشب من تمام است. نوبت آتی هم همین بحث رو دنبال می‌کنیم و علل خصوص من به بحث الینیشن که رسیدیم، چون دنباله منطقیش بحث سکولاریزیشنه، لذا من در باب سکولاریزم و سکولاریزیشن صحبت خواهم کرد. این کتابی رو اینجا آوردم به شما معرفی کنم. این کتاب خیلی هم کتاب جدیدی نیست اما خیلی هم قدیمی نیست. برای کسانی از شما که مایلید در زمینه سکولارایزیشن اطلاع تاریخی خوبی داشته باشید، این کتاب خواندنی است. The Secularization of the European Mind in the 19th Century. سکولار شدن ذهنیت اروپایی در قرن 19. مارکس رو و بسیاری از ملحدین اروپایی رو و داروین رو و خیلی ها و مخصوصا نزاع دین و علم رو و امثال اینها رو تو قرن 19 به یک شیوه داستانی خیلی دلپذیری در این کتاب آورده است. مؤلفش آقای آون شادویک. اگر رسیدید و گرفتید و خواندید کمکی برای من و برای خودتون خواهد بود، اما البته در باب سکولاریزم نوشته ها انورمس، یعنی واقعا بی نهایت است، یعنی حدی نداره، مخصوصا توی این قرن 21 که ما زندگی می‌کنیم، چون نزاع سکولاریسم از سطحی که در قرن 19 و قرن 20 بود خیلی بالاتر آمده، خیلی فراتر رفته و اساساً معانی تازه‌ای درش کشف شده که خب کسانی مثل آقای چارلز تیلر که اخیراً جایزه لایبرری کانگرس رو برد در این باب سخن زیاد گفتن، همچنین آقای هابماس و آقای کازانووا در یک کتابی که در این زمینه دارد. عرض می شود که آقای طلال اسد که د سکولار، یک کتاب خیلی خوبی ایشان نوشته است و فراتر از این مقالات بسیار بسیار زیادی برای اینکه به تدریج سکولاریزیشن بدل به یک پدیده بغرنج نسبتا نامفهومی شده است. اما ریشه ها و جوانه های نخستینش رو در این کتاب میتونید ببینید که چرا اینجا پیدا شد. حتی میتوانید و منم انشالله بعدا توضیح خواهم داد دریابید که این سکولاریزیشن و سکولاریزم اصلا نسبتی با دینهای دیگری غیر از مسیحیت دارد یا ندارد. این نکته خیلی مهمی است که آیا این بذر فقط در اون سرزمین میروید یا اینکه قابل انتقال به سرزمین‌های دیگر است. خصوصیت‌هایی که در مسیحیت بود و ماکسیمالیزمی که در این دین بود به گمان من سکولاریزم رو تولید کرد، اما ممکن است سکولاریزم همه جا یک جور جواب ندهد که خب درباره او به اندازه‌ای که تناسب با چارچوب بحث ما داشته باشد انشاءالله سخن خواهم گفت.
فعلا و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر از آقای دکتر سروش. دوستان اگر سوالی دارین به طور کوتاه و مختصر. مرسی آقای دکتر برای صحبت‌های خیلی خوبتون. من 2 تا سوال داشتم. یکی اینکه شما اشاره کردین که با اومدن نظریه داروین دنیا غیر روایتمند شده، این به سمت سکولار شدن رفت و با اندیشه‌دینی تناقض داشت. بعد یه جای دیگه در مورد خدا اشاره می‌کردیم که از من می‌پرسن خدا دنیا رو برای چی آفریده و من میگم که هیچ هدفی خدا نداشته و دریا به هوای خویش موجی دارد، خط بندارد از کشاکش کنه. مثلا خب نسبت این دو تا چی میشه؟ آیا همون نظریه که خدا اگه جهان رو بدون هیچ هدفی آفریده، پس این تکلیف غایتمندی چی میشه؟ سوال دوم هم اینه که این نظریه فویرباخ با نظریه وحدت وجود و اینکه خدا در درون ماست چه نسبتی پیدا می‌کنه و این متافیزیک رسالی که شما بهش اشاره عرض می شود که من خواهشم از دوستان این است که این بحث‌های تاریخی ما رو با حرفایی که بنده امروز توی قرن 21 دارم میزنم شما نیامیزید. من دارم بحث میکنم که به لحاظ تاریخی در نزدیک 2 قرن پیش چه مقولاتی مطرح شد و تاریخ فکر چگونه سیر کرد تا به امروز رسید. ببینید 2 تا بحثه. یکی این که در ذهن عامه مردم درکی که از غایت وجود داشت این بود که مثلا چنان که مثال زدن فلان حیوان برای فلان چیز آفرید، فلان خوراک آدمیان آفریده شده است یا فلان گیاه که اثر دارویی دارد برای درمان فلان بیماری آفریده شده است و همه اینا به خداوند نسبت داده میشد و امثال اینها. وقتی که تئوری داروین اونم در میان علما آمد، مردم عوام که همیشه همون عقاید خودشونو دارن، برای اونها اون بنای غایت و غاییت فرو ریخت. البته یعنی همطوری که بعضیا گفتن داروین نیوتن بیولوژی بود، چون نیوتن در آسترونومی خب آمد و علت فاعلی گشتن سیارات رو بیان کرد دیگه، که چرا بر اثر جاذبه چگونه چیزها دور خورشید میگردن. گالیله هم این نکته رو گفته بود همیشه که کار علم بیان چگونگی است نه بیان چرایی. اینکه سنگ چرا میفته به زمین، ما چه میدونیم چرا دنیا اینجوری ساخته شده که سنگ به زمین بیفته. حالا ممکن بودم یه جوری ساخته بشه که سنگ پرواز کنه بره هوا، ولی فعلا اینطوریه. ما فقط چگونگیشو میگیم این که میفته زمین با محاسبات ریاضی نشون داده می شود با چه شتابی با چه سرعتی از کی شروع بکنه کی به زمین میرسه و از کجا و امثال اینا. امروز هم همینطوره. اینکه مثلا رادیوم هاف لایفش در اثر تشعشع مثلا 6000 ساله، کسی نمیگه چرا اینجوریه، برای چی این تشعشع میکنه. همه میگن خب اینجوریه دیگه، تشعشع میکنه، حالا علت درونیش هم خیلی معلوم نیست. در علم این اتفاق افتاد، اما فیلسوف یا متکلم ممکنه یه حرف دیگه ای داشته باشه. یعنی من حرفم در اونجا که گفتید این است که ما در موضوع هدفداری خداوند تعیین مصداق نمیتونیم بکنیم. بسیار از مشکلات علم یا فلسفه پیشین تعیین مصداق بود، توجه میکنیم. اما اینکه خداوند در خلقت خودش غایت نداره، یعنی غایت از جنس غایات انسانی. خداوند انسان صفت نیست، یعنی آنتروپومورفیزم درست نیست، ولی غایت داره، غایتش خودشه، یعنی غایت از خلقت خودشه، نه اون غایاتی که ما معین میکنیم. اما خب اینجا دیگه پیچیدگی داره که من نمیخوام اینجا وارد بشم. اونچه که من میخوام عمدتاً بگم این است که تعیین کردن این که فلان چیز رو خدا برای فلان چیز آفریده واقعاً سخن خیلی قوی نیست، نمیتوان از اون دفاع کرد در این شکل. و بنابراین سخن داروین که اومد خب حکومت یافت بر اون غایت شناسی های نسبتاً سست. اما در مورد سخن دومتون که وحدت وجود بود، ببینید فویرباخ ماتریالیست بود، ولی بله اگر شما بخواد فویرباخی نگاه بکنید، ایشون میگفت آره ماتریالیسم
همون ایدئالیسمه، یعنی همونی که یه عده‌ای میخوان بگن خدا و همون ماده است، منتها اسمشو عوضی گذاشتن. بله دیگه، او همه این چیزها رو وارو کرد، گفت تمام اون چیزی که خدای شناسان میگن همه اونا رو میتونیم نسبت به ماده بدیم و بنابراین فقط یک تغییر نام است، یعنی یا یک خطای ذهنی است، یک منتال ابریشن به اصطلاح. اما این منتال ابریشن بعد مارکس گفت که خب این کافی نیست شما بگی اشتباه است، نه، این اشتباهی است یا بگیم کژی است که در بنیان جامعه نهاده شده است که سرایت میکنه به مغز و شما کژ فکر میکنید. نه اینکه اگه من به شما گفتم شما کژ فکر میکنید شما فردا برید اصلاحش بکنید، این چنین نخواهد شد. خیلی ممنون. من فکر کنم چون باید اینجا رو ساعت 8:30 تخلیه کنیم، اگر دوستان بله، بسیار خوب، خیلی ممنون از دوستان، متشکرم. بله من خوندم اون رو، خب من چیکار کنم؟